سلام و روزتان بخیر باشد بینندگان عزیزی آزادی. برنامه نوید بامدادی است با تازه‌ترین خبر و گزارش‌های تاجیکستان و جهان. مولا رجب یوسفی هستم. دوام 10 دقیقه دیگر در خدمت شما. ساعت در دوشنبه 11. نخست نگاه میکنیم به سرخط خبرهای امروز 25 مارس. نجات دختر 20 ساله که قصد خودکشی داشت. وزارت معارف روسیه میگوید سفر دانشجویان تاجیک وقت میخواهد. و بازی منتخب‌های فوتبالی تاجیکستان و مغولستان با حضور 10,000 مخلص. شرح بیشتر خبرها. دو افسر کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان یک زن 20 ساله را که با قصد خودکشی خود را به دریای دوشنبه پرتافته بود از آب بیرون آورده نجات دادند. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات کمیته حالتهای فوق‌العاده، حادثه شب 23 مارس در نزدیکی کولی جوانان رخ داده است. سفر عبدالواحد و تعارف مهراب، کارمندان بخش نجات کمیته حالتهای فوق‌العاده که در نزدیکی محله حادثه نوبتداری می‌کردند، توانستند زن را از آب بیرون آورند. زن با زخم‌های برداشته‌اش در دریا به بیمارستان انتقال داده شده است. سبب‌های قصد خودکشی کردن زن حالا معلوم نیست و مقامات حادثه را تحقیق دارند. قصد خودکشی از راه خود را به رودخانه‌ها پرتافتن در تاجیکستان زود ثبت می شود. تیر ماه سال گذشته در خوجند یک دختر 17 ساله را که با قصد خودکشی خود را به دریای سر پرتافته بود نجات دادند. به اطلاع رسمی هر سال در تاجیکستان صدها مورد خودکشی ساکنان ثبت می شود. دادستان کل یوسف رحمان ماه اپریل سال گذشته گفته بود که در یک سال در کشور 632 مورد دست به خودکشی زدن شهروندان را ثبت کردند. نمایندگان وزارت معارف روسیه گفتند که جانبدار بازگشت دانشجویان تاجیک به آن کشور هستند ولی سنه دقیق سفر آنها را نمی‌دانند. در عموم تقریباً 26,000 جوان تاجیک دانشجوی دانشگاه‌های روسیه بوده. قسمی از آنها به دلیل بسته بودن مرزها یک سال باز از تحصیل حضوری محرومند. وزارت معارف روسیه روز 20 مارس رویخط 25 کشور را نشر کرد که دانشجویانشان می‌توانند برای تحصیل وارد روسیه شوند. در این فهرست نام تاجیکستان نیست، کشوری که از آغاز امسال پی هم درباره ثبت نشدن گرفتاران کرونا ویروس خبر می‌دهد. یلنا گوروژانکینا، معاون مدیر ریاست همکاری‌های بین‌المللی وزارت معارف روسیه، روز 24 مارس در نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت رویخط با دستور اداره روسپوتربنادزور تهیه شده با مناسبت‌های نیک روسیه با این آن کشور هیچ ربطی ندارد. نمایندگان وزارت معارف روسیه برای آشنایی با وضع دانشجویان تاجیک دانشگاه‌های این کشور به دوشنبه آمدند. یلنا گوروژانکینا افزود باز شدن راه تنها مانع برای ورود دانشجویان تاجیک به روسیه نیست. بعد از پنجشنبه بیماری کووید 19 طول یک سال اخیر دانشجویان تاجیک مجبور هستند آنلاین تحصیل خود را در دانشگاه‌های روسیه ادامه دهند. این وضع مشکلات را به مانند گرانی نرخ استفاده از اینترنت و سرعت سست آن در پی داشته است. دانشجویان تاجیک کمش 2 دفعه در نزد وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و سفارت روسیه در دوشنبه جمع آمده خواهان حل مشکل شدند. آنها پیشنهاد کردند که دانشجویان را توسط پروازهای چارتری بر روسیه برند، اما مشکلشان حل نشده باقی ماند. بازی دور هفتم مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F میان دسته‌های منتخب ملی فوتبالی تاجیکستان و مغولستان شام امروز 25 مارس در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. منتخب تاجیکستان با بازی مقابل تیم ملی مغولستان در ورزشگاه مرکزی دوشنبه از 19 تا 24 مارس آمادگی گرفت. دسته منتخب مغولستان که شام سه شنبه 23 مارس توسط هواپیما از استانبول ترکیه به دوشنبه آمد، 24 مارس در ورزشگاه مرکزی جمهوری تمرین کرد. رقابت تیم‌های تاجیکستان و مغولستان ساعت 18 امروز آغاز می‌یابد. نرخ بلیط‌ها به این بازی 20 سوم مقرر شده است. در موافقه با فیفا یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال این بازی را می‌توانند تا 10,000 مخلص در ورزشگاه مرکزی دوشنبه تماشا کنند. بازی دسته‌های منتخب تاجیکستان و مغولستان را حکمان از عراق با رهبری داور فیفا علی صباح القیسی
داوری خواهند کرد. یادآور می‌شویم که بازی اول منتخب تاجیکستان با تیم ملی مغولستان که 10 سپتامبر سال 2019 در شهر اولانباتور دایر گردید با پیروزی مهمانان یعنی فوتبالبازان تاجیک با حساب 1-0 خاتمه یافت. گل یگانه را حمایتگر دورانجان ارگشوف در نیمه دوم دیدار در دقیقه 81 به ثمر رسانده بود. حسین سامان جوان 25 ساله تاجیک را بعد از یک روز صدمه در مسکو که باعث به مرگ 2 زن شده بود دستگیر کردند. در نوار بازپرسی مقامات که معلوم نیست تحت چه شرایطی ثبت شده است، او روز 24 مارس خود را در این حادثه گناهکار دانست، ولی عین زمان گفت که ترمز مرسدس بنزش کار نکرد. به قول جوان او پس از خوردن خوراک شام به خانه برمیگشت ولی مشروبات ننوشیده بود و ماشین را با سرعت 60-70 کیلومتر در ساعت میراند. حادثه شب 23 مارس رخ داده است. مفتشان گفتند جوان تاجیک از محل حادثه فرار کرده تنها پس از یک روز جستجو بازداشت شد. حسین سامان در نوار بازپرسی گفت او فرار نکرده بلکه در حالت شاک بود و میخواست اول به شفاخانه رفته سپس خود را به مقامات تسلیم کند. به اطلاع رسانه‌های روسیه، سامان حسین ماشین مرسدس بنز را چند وقت پیش از یک نفر دیگر خریده هنوز به نام خود ثبت نکرده بود. رسانه‌های روسیه با تکیه به منبع‌های خود نوشتند جوان در سال سوم دانشگاه تکنیکی مسکو میخواند اما به دلیل قرضداری از امتحانها از مکتب خارج شده بود. ماسکوفسکی کمسمال از روز 24 مارس نوشت حسین سامان بیشتر به تنیس روی میز مشغول شده در درس‌ها کم حضور می‌یافت و باید به دوشنبه برمیگشت. تصدیق درستی این ادعا که او در درس‌ها کم اشتراک داشت فعلا از منابع دیگر مشکل است، اما نام حسین سامان را در چند مسابقات تنیس روی میز در روسیه ذکر کردند. مقامات روسیه گفتند در رابطه با صدمه مرگبار پرونده جنایی گشودند و تحقیق حادثه ادامه دارد. قانون‌های روسیه برای نقض قاعده حرکت در راه که باعث به مرگ 2 نفر و یا بیشتر از آن شده است از 8 تا 15 سال زندان را پیش بینی می‌کند. کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد از دولت تاجیکستان خواسته است برای حفظ سلامتی شمیل حکیموف عضو زندان شاهدان یهوه چاره‌های بی‌تأخیر اندیشد. شاهدان یهوه یک سازمان مسیحی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان ادعا دارد که وضع سلامتی شمیل حکیموف 70 ساله در زندان بد شده است و او به معالجه ضرورت دارد، ولی نمایندگان زندان در خوجند به سازمان فورم 18 گفتند جای برای نگرانی نیست. کمیته حقوق بشری سازمان ملل روز 19 مارس از مقامات تاجیکستان خواسته است موقتا شرایط حبس شمیل حکیموف را تغییر داده فوراً در بیمارستان ویژه جایگیر کنند. نوری تورکل ناظر کمیسیون آمریکا عاید به آزادی‌های بین‌المللی دینی در توییتر نوشت بسیار مهم است که حکومت تاجیکستان به این درخواست فوری پاسخ بدهد. مقامات تاجیکستان هنوز در این زمینه حرف نگفتند. وکیلان مدافع شمیل حکیموف برای رسیدگی به قضیه این عضو شاهدان یهوه که ادعا دارند تنها برای عقیده اش زندانی شده است روز 15 مارس به کمیته حقوق بشر مراجعت کردند. در این نهاد بین‌المللی گفتند که درخواست آنها دسترس شده در حال بررسی است. جراد لوپس سخنگوی سازمان شاهدان یهوه روز 23 مارس در نامه به رده آزادی گفت شمیل حکیموف سالخورده و بیمار است و نباید در زندان باشد، اما افزود در حال حاضر چیزی از همه مهم رسانیدن یاری طبی ضروری به اوست و بارها برای دریافت کمک به ماموریت زندان مراجعت کرده اما پاسخ رد گرفته است، گفت سخنگوی سازمان شاهدان یهوه. لوپس میگوید امید دارند تاجیکستان دعوت کمیته حقوق بشر را در مورد شمیل حکیموف میپذیرد. اینچنین بی‌صبرانه منتظر خلاصه کمیته حقوق بشر هستیم که در نهایت شمیل حکیموف از زندان آزاد شده به نزد خانواده‌اش برگردد، گفت او. شمیل حکیموف را در دادگاه شهر خوجند ماه سپتامبر سال 2019 با گناه برانگیختن کینه و عداوت دینی و مذهبی به 7 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. یک دلیل مفتشان این بود است که او ترجمه تاجیکی انجیل را با خود داشته است. خویشاوندانش به فورم 18 گفتند شمیل حکیموف که بیمار بود قبل از بازداشت پایش را جراحی کرد و از فشار بلند خون رنج میکشید. بعدی به زندان انداختنش به گفته خویشاوندان وضع صحتیش بسیار بد شده است و مایه نگرانی جدی است. بانک ملی تاجیکستان قرب اسعار خارجی را در برابر سامانه برای امروز 25 مارس چنین تعیین کرده است.
بیننده های عزیز، برنامه نوید بامدادی بود که با آخرین خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد. اطلاع از این بیشتر رو می توانید در سامانه ما با نشان www.azadi.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی دریافت کنید. نوشتن نظر خود را فراموش نسازید و تا صبح دیگر خدا نگهدار شما باشد.